به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران و برادران و خواهران اهل ایمان من، امروز بنده خواستم باز یک قصه تربیوی را به سمع شما رسانم و البته اگر در وقتی گفتنی موعظه اگر به خطاگی راه دیم، حق سبحانه و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شما معذرت میخواهم. البته نگفتن آمد که این قصه نوبتی رو که میشنین به دوستان خود پهن کنید، شاید که یکی از اونها با سببگاری شما و دوستای شما لایق هدایت میشوند انشاءالله. بوری پسر پس از بازگشت از مسجد به پدرش چنین گفت: من از این پس دیگر به مسجد نخواهم رفت. پدر پرسید: برای چی بچه جان؟ چون که مسجد این خانه خدا و ما بندگان میهمان خانه او هستیم. اما زیادی مردمان به جای طاعت و عبادت و دعا به سوی او، من میبینم که یک قسمی با تلفن‌هایشان و بازی و اینترنت مشغولند و پروایی ندارند که این خانه خداست، حتی وقت نماز. دیگر گروه بیهودگی و غیبت نفرانی را دارند و آوازشان مسجد را پهن گشته آنچنان میخندند که نه شرمی دارند نه حیایی. بعضی دیگر کبر و غرور دارند و خود را از دیگران بالا و اولا میدانند، حتی بعضی ملا و خادمان مسجد هم. پدر به فکر رفت و خاموش ماند. سپس گفت: پیش از آن که تو این کار را نمایی، من از تو میتوانم یک خواهش نمایم؟ البته پدر جان، چیکار کنم؟ پسرم، یک کاسه آب بگیر و گرد مسجد 2-3 مرتبه چرخ بزن، اما چنان با دقت باش که از این آب قطره نریزد. پسر آنچه پدر فرمود آنچنان نموده نزدش برگشت و از اجرا نمودن فرموده اش خبر داد. پدر پس از آن از پسر 3 سوال نمود: آیا وقتی تو قدم میزدی نفر را دیدی که مشغول بازی تلفن یا اینترنت باشد؟ آیا نفرانی را دیدی که مشغول غیبت و بیهودگی باشند؟ آیا نفری را دیدی که کبر و غرور و یا اعمال ناخوب داشته باشد؟ پسر جواب گفت: نه پدر، همه خوش و حیال من در آن بود که از این کاسه آب قطره نریزد. پدر گفت: اکنون تو باید دانی که هر وقتی که مسجد روی، خوش و یادی خیال تو به یاد الله باشد، نه مخلوقات پرگناه او. گر چنین نمودی، آنگاه از رفتن به مسجد فایده نیک خواهی گرفت. واقعا دوستان من، امروز بسیار حالتهای میشن که در مساجد حتی هستند بعضی انسانهایی که همان ناسی پلید را همراه میگیرند و در داخل مسجد ناس میکشند. استغفرالله. و بعدا بسیار انسانهایی هستند که در وقت مسجد در آمدن از صحبت دنیایی و از اون مالی که فروختن، از اون مالی که به دست آوردن نقل میکنند، در آن حالی که مسجد